در دل بیابان‌های گرم و گسترده، جایی که قنات‌های زمین را زنده نگه می‌داشتند، 4 حیوان زندگی می‌کردند: آهو، موش، زاغ و سنگپشت. آهو تیزپا و مهربان بود، موش کوچک و زرنگ، زاغ هوشیار با چشمانی تیزبین و سنگپشت آرام و خردمند. یک روز شکارچی دام بزرگی پهن کرد طنابی ضخیم، تلهای زیرکانه و دانه‌هایی برای فریب پرندگان و موش‌ها. کبک‌ها و چند موش بیخبر نزدیک شدند و در یک لحظه تله روی آنها بسته شد. تقلا کردند اما بیفایده بود. زاغ که از بالا دیده بود، با فریاد دوستانش را خبر کرد. آهو دوید تا شکارچی را منحرف کند و موش با دندانهای تیزش طناب‌ها را جوید. پرندگان آزاد شدند و همه فهمیدند اگر کنار هم باشند می‌توانند از هر خطری عبور کنند. آنها کنار چشمه جمع شدند و تصمیم گرفتند از آن پس همیشه در کنار یکدیگر باشند و مراقب بیابان و حیواناتش باشند. اما روزی آهو به سمت برکه رفت و ناگهان پایش در حلقه‌ای طنابی گیر کرد. در یک لحظه از زمین بلند شد و ترسید. زاغ سریع پرواز کرد و موش را صدا زد. موش خود را به دام رساند و با تمام توان طناب محکم را جوید. سنگپشت هم رسید، آرام اما نگران. شکارچی از دور می آمد و زمان کم بود. بالاخره طناب پاره شد و آهو آزاد شد. دوستان با شتاب او را پنهان کردند و شکارچی که چیزی پیدا نکرد، خشمگین منطقه را ترک کرد. چند روز بعد، نوبت سنگپشت بود که گرفتار دام جدیدی شود. صدای بسته شدن طناب دیگر دوستان را ترساند. آهو تنهی درخت را فشار داد. موش سراغ گره اصلی رفت و زاغ از بالا مراقب نزدیک شدن شکارچی بود. در آخرین ثانیه طناب پاره شد و سنگپشت آزاد شد. لحظه‌ای بعد شکارچی رسید و دنبال ردپاها گشت. زاغ با صداهای گمراه کننده او را به مسیر اشتباه کشاند. آهو ردپاها را منحرف کرد و موش آثار عبور دوستان را پاک کرد. شکارچی بعد از داندگی بی حاصل ناامید شد و با عصبانیت منطقه را ترک کرد. در غروب همان روز 4 دوست کنار چشمه نشستند. نسیم ملایمی میوزید و رنگ نارنجی غروب بر چهرهشان میتابید. سنگپشت آرام گفت: قدرت ما در متفاوت بودن ماست. یکی سریع است، یکی دندان تیز دارد، یکی از آسمان میبیند و یکی آرام و خردمند است. آهو گفت: ما فقط یک گروه نیستیم. ما یک خانواده هستیم. صدای زاغ بلند شد: تا وقتی کنار هم باشیم، هیچ شکارچیایی نمیتواند بر ما غلبه کند. هیچ کس به تنهایی قوی نیست. اما اتحاد و دوستی از 100 دشمن نیرومندتر است.